در سال 2015 اگر یک ساکن میانه سال و دارای قوه کاری به حساب میانه 153 کیلو نان و 14 کیلو گوشت استعمال میکرد، در سال 2016 محصولات نانی به 150 و گوشت به 15 کیلو رسیده است. عبدولی قلوف رهبری ریاست آمار اجتماعی و دموگرافیای آژانسی آمار تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کم شدن استعمال نان سبب‌های گوناگون دارد، ولی سبب اصلیش اندک غنی گشتن سبد استعمالی ساکنان کشور از حساب دیگر نوع محصولات است. او گفت استعمال اساساً گوشت سالهای اخیر، مثال استحصال مثال تخم، همین اساساً محصولاتی که عموماً غذاناک هستند، مثال همین نوع موادها اساساً یعنی که استعمالشون بیشتر شده است، یعنی که علاکر قابلیت مثال خریداری اهالی هم زیادتر شدگی. با سبب استعمالی گوشت، نان، تخم، نوعهای گوناگون سبزیجات و میوه، محصولات دانگی مثل لوبیا و نخود، روغن، شکر و شیرینی های مثل شکلات داخل می شود. سبد استعمالی برای هر نفر برای یک ماه در تاجیکستان 435 سومانی برابر با $55 حساب شده است. نرخ یک کیلوگرم گوشت به حساب میانه در تاجیکستان تا 30 سومانی و نرخ یک خلطه ارد تا 50 کیلوگرم تا 160 سومانی می رسد. مهتاب عبدالله ساکن 53 ساله شهر دوشنبه که صاحب 5 فرزند است، زندگیش را از پول می چرخاند که شوهرش از روسیه می فرستد. حالا در غذای کودکانی و استعمال حسیب افزوده است و 1 کیلو حسیب را از بازار محلی با ارزش 10 تا 30 سومانی می خرد و معمولا این محصولات یکی از انواع صبحانه کودکانش می باشند. اما این ساکن شهر دوشنبه گفت احتمالاً آژانسی آمار محصولات گوشتی گفته حسیب را در نظر دارد. طبیبان تاجیک میگویند با این وجود همان در میان ساکنان تاجیکستان فرهنگی در اروپا و غرب جا افتاده مراقبت از غذا، ترجیح دادن به محصولات و خوراک صحی، پرهیز از چرب و خلسترین رسم نشده است. غذاشناسی تاجیک جهان از آزاد میگوید اگر این معیار از جانب اکثریت رعایت میشد، بودجه خانواده‌ها تنظیم و صحتی مردم هم خیلی بهتر میگردید. آژانسی آمار در حالی از تغییر در سبد استعمالی ساکنان تاجیکستان صحبت میکند که بر اساس آخرین حساب‌ها سطح کمبزایی نیز در این کشور پایین رفته است. سالهای 2000 بیش از 70% ساکنان تاجیکستان کمبزایی دانسته میشد. در مدت این سالها با کمک سازمان‌های بین‌المللی میزان کمبزایی 2 برابر کاهش داده شد. حالا آژانسی آمار میگوید تنها 30% ساکنان تاجیکستان روزی با $2 زندگی میکنند.